سلام تماشابینان عزیز، ولاگ ما سر می شود از بازار کاروان و نزدیکی ایدی مادران است و من خواستم هر دوی مادرم را به تبریکاتی نمانم. چنان می بینید در اینجا قطعه ها برای تحفه کردن است. خیلی قطعه زیبا است. نظر به مغازه های مرکز طرف های صدبر، اینجا خیلی ها انتخابی زیاد دارد و نرخ‌هایش هم خیلی دسترس است. یک تایشان از دیگرشان زیباتر است. نمیدانی کدامش را انتخاب کرده خریداری نمایی. با من خیلی آنها پسند آمدند. قوطی ها را انتخاب کرده خریدیم. اکنون نوبت تورت. ما بسیار وقت در توی معرکه ها تورت هایمان را از همین کاخ نوروزگاه از تورت بسخانه جلو فرمایش میدیم. چطوری که دیده ایستاده تورت هایشان را خیلی ها زیبا رو میدهند و این تورت برای یک معرکه فاتحه گیران بوده است. الهی خوشبخت شویم. انتخاب تورت برای مادران خیلی زیاد بود. چطوری که میبینید تورت هایشان یک کیلویش از 95-100 سومن تا 85 سومن است. از همین تورت ها یک نمودش رو انتخاب کردم، فرمایش دادیم برای مادرمون. تورت ها برای کودکان خیلی و عجیب است. با طبع دل خودی کودکان تیار میکنند. بینید همه این بازیچه های میخوردنی است و همین تابستان کخنیشان را تعمیر کرده بودند. تعمیرشون خیلی با من پسند آمد. خیلی زیبا تعمیر کردند. تا من تورت ها را فرمایش دادم، خیرات کودکان به خود مشغول یافتند و به همین تاچ کارتینگ در آمدند. این در داخل همین کاخ نوروز است و خواستم همینجا را تمام به نظر گیرم. علاقه دویم روزی ولاگمان است. تورت های فرمایش کرده امان را رفته گرفتیم و البته باز گل هم. و داخل قوطی های من را پر میکنیم. چطوری که میدونید همه ما زنهای خانشین در همین شرکت فابرلیک کار میکنیم. البته چیزهای خودمون را استفاده میبریم. این تحفه کوچک هم باشد، از همین لحظه از همین فرصت استفاده برده دل مادرمان را شاد میکنیم. البته شادی دل مادران این خوشبختی فرزندان است، سلامتی خوبی فرزندان است، نه اینکه هر گونه تحفه ها. البته ما خوشبخت باشیم. این علاقه تحفه بزرگ است برای مادران در این دنیا. هر لحظه زندگی، هر دقیقه زندگی و ما غنیمت است و هر یک دقیقه زندگیمون رو ما باید قدر کرده با خرسندی گذرانیم.
و چه خیلی که میبینه دوستان عزیز همین قدر هنر کردم، همین طور انجام ها رو چیندم به داخل این قوطی. اکنون محکم کرده میمونیم. همین طور تحفه ها رو تیار کردیم. من آنها رو گفته بودم که با زبانی تاجیکی نویسند. 8 مرد مبارک مادر جان گفته بودم، ولی با زبانی روسی نویسند. خیلی هیچ گم نه. و چی طوری که میبینید یک تاش رو در قوطی محکم میکنیم و دیگرش رو همین طور میمونیم، چون که خوشتومنم در راه دور زندگی میکنم و مادرم در نزدیکی من زندگی میکنم و یش رو قوطی کردن میفرستیم. مادران و بانوان عزیز، من همه شما را به این عید مادران تبریک گفته و هر یک شما سربلندی، خانه آبادی و خوشبختی را آرزومندم.